مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که 8 مای سال 2022 تخمین ساعت 05:15 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا همدموف ابوشجان سال تولدش 2000 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت از سمت شهر خوجند به سمت شهر استرافشان در حدود جماعت دهات یختن از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به درخت سر راه برخورده است. در نتیجه خود راننده همدموف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. مسافران افت مذکور پولادوف شریف سال تولدش 2003 و فیض‌اللهیف جاوید سال تولدش 2002 ساکنان استرافشان و اودینای و بنفشه سال تولدش 2004 ساکن شهر دوشنبه جراحت گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. از اول هفته جاری این الکی دست کم چهارمین صدمه مرگ‌آور در راه‌های تاجیکستان است. راه‌های تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه‌ها پرخطر شمرده می‌شوند. بنا به امور رسمی سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه همچنین راه‌ها و ماشین‌های فرسوده از علت‌های عمده صدمه‌ها از جمله صدمه‌های مرگ‌آور در راه‌های تاجیکستان نام برده می‌شود. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر وحدت با عریضه زن 55 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 19 اپریل سال 2022 تخمین ساعت 14:00 دقیقه شخصان نامعلوم از شراگاه نزد دهه‌اش دو سر چاروای کلان شاخدار و دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 16000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 52 ساله ساکن همین شهر همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. عاید به این حالت تفتیشات ادامه دارد.